بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. محترم جماعت، امروز در موضوع یتیمان و مسکینان سخن خواهیم گفت. پیش از دین اسلام مشرکان به یتیمان و نیازمندان طعام دادن را منع کرده بودند. به دنیا آمدن پیامبر اسلام برای یتیمان و مسکینان یک نجات بود. پیامبر از خردی به یتیمان معامله خوب میکرد و مشرکان همیشه پیامبر را میگفتند از دادن طعام به یتیمان دست بکش، اما پیامبر به سخن آنها اعتبار نمیداد. در قرآن کریم خداوند آیت این کار مشرکان سوره 107 یعنی ماعون را فرستاد و این سوره برای کسانی نازل شد که مردم را برای دستگیری یتیمان و مسکینان دعوت نمیکنند. آیت یکم این سوره آیا آن را که روز جزا را دروغ میشمارد دیدی؟ یعنی روز قیامت را عزیزان. آن کسانی که بر روز جزا باوری ندارند در آیت دوم ببینید که هستند. آنها همان کسانی هستند که یتیم را به اهانت یعنی خوری میرانند. ببینید هر کس که به یتیم و بینوا رحم ندارد او مانند کسانی هست که بر روز قیامت و روز جزا ایمان ندارند. آیت سیوم: و مردم را به طعام دادن به بینوا ترغیب نمی کنند. هر کس که مردم را به طعام دادن بینوا ترغیب نمی کند او هم بر روز آخرت باوری ندارد. در آیت سیوم خدا به ما امر دارد که مردم را دعوت کنید تا دستگیر بینوایان باشند. پس برای هر یکی ما واجب است تا کلام خدا را به دیگران برسانیم و از پاداش این هم بی نصیب نمیمونیم. مهربانی خدا را ببینید. خداوند در سوره اسراء آیت 29 میفرماید: نه دست خود از روی خسیسی به گردنت ببند و نه به سخاوت یک باره بکشای که در هر دو حالت ملامت زده و حسرت خورده بنشینی. خداوند میگوید هرچی در دست داری اگر همه را خیر کنی در این حالت ملامت زده و پشیمان خواهی شد. به مقدار قوت و توانایی انسان باید خیر کند و آنهایی که از خسیسی مال خود را جمع آوری کرده به کسی نمیدهند آنها نیز پشیمان خواهند شد. برادران، خداوند مال شما را در همین دنیا دهچند کرده به شما باز میرساند، چون که بعضی انسان ها روز جزا نزد خدا منت میگذارند خیرشان را که ما خیر کردیم. خدا به چنین انسان ها میگوید آن خیر تو را من در فلان روز از جای دهچند به تو رساندم که امروز به من منت کرده نتوانی. به خدا قسم خداوند با این مهربانیش مرا شرمگین میکند. همه چیز را او به ما داده است و میگوید به من قرض بدهید. در این دنیا به من قرض بدهید تا در آخرت آن را به شما برگردانم. قرض یعنی دستگیری بینوایان باشید تا خدا دستگیری شما باشد. در سوره اسراء آیت 30 باشد خدا میفرماید: پروردگار تو در رزقی هر کس که بخواهد کشایش میدهد یا تنگ میگیرد، زیرا او با بندگانش آگاه و بیناست. با کسانی تجارت کنید که در این دنیا و در آخرت به شما فایده آورد. کجاست چنین تجارت؟ تجارت با پروردگارتان. یک را بده 10 را بگیر و در آن تجارت هرگز خیانت نبود و خیانت نیست برادران. صدقه و زکات بهترین تجارت است برادران. آیت 127 سوره نساء: و باید که درباره یتیمان با عدالت رفتار کنید و هر کاری که انجام میدهید خدا با آن آگاه است. با آنچه در دست دارید سپاسگزار باشید. ای آن که 2 چشم بینا داری. انسان‌های نابینایی هستند که در آرزوی چشم بینا هستند. ای آن که دست و پای روان دارید. انسان‌های موجود هستند که دست و پا ندارند. ای فرزند آدم، ای آن که فرزنددار هستی. انسان‌هایی هستند که در آرزوی فرزند چشمی چارند. ای آن که در آزادی روی زمین سیر و گشت کرده ایستاده ای. انسان‌های زندانی آرزوی آزادی دارند. ای آن که آبی تازه را می نوشی. هست کسی که آبی نوشیدنی ندارد. پس با آنچه در دست دارید شکر کنید تا خدا بر آن بیفزاید. کارهایی کنید که برایتان پشیمانی نآورد. حضرت عزراییل یک روز نه یک روز مهمانتان می شود. از مرگ چاره نیست. روز همه می میرد. خداوند در سوره ملک آیت 2 می فرماید برادران: خداست که مرگ و زندگی آفرید تا شما را سنجش کند که کدام یکی از شما به عمل نیکوتر است و اوست غالب و بخشاینده. وای بر حال کسانی که در این دنیا کارهای زشت را انجام می دهند. در حالتهای وزنین زندگی صبر کنید که خداوند همراه صابران است
ва дар ояти 5 сураи шарҳ мефармояд: пас аз пайи ҳар душворӣ осонӣ аст, поёни шаби сиёҳ сафед аст. ин каломи худост. худои таоло моро аз ҷумлаи собиронаш қарор бидиҳад ва имони комилро насибамон гардонад. Амин.